نظام دیگر اصلاحه را نماند فرار. تشریف آوری رهبر و پیشوای محبوب تاجیکان محترم امام علی رحمان رئیس جمهور محبوب تاجیکستان را و منطقه دروازه ها مبارکباد مبارکباد و مبارکباد و خوش آمد میگوییم. دو چشم نور تاجیکستان، دو چشم نور تاجیکان و دو دست از امت تاجیکستان، دو گوشش دو نوای صدای تاجیکان و دو پایش در حرکت برای رفاه تاجیکان. قلب تو میتابد، قلب تو میتابد برای خدمت تاجیکان. ما که تو را رهبری تاجیکان جهان میدانیم، ما که تو را رهبری تاجیکان جهان میدانیم، رهبر نپذیرد تقصیر ما چیست. پرده حجاب برکنان، نور خود بر همه نمایان کن. پرده حجاب برکنان، نور خود بر همگان نمایان کن. خدمت خویش را هم اینجا و هم آنجا آغاز کن. یک طرف نور و یک طرف ظلمت چرا، یک طرف نور و یک طرف ظلمت چرا، یک طرف آب و یک طرف تشنه چرا. ما که همه یک ملت تاجیکیم، ما که همه یک ملت تاجیکیم، این همه مانی بطر کار چرا. ما که عاشق دیدار توییم، ما که عاشق دیدار توییم، اجازه ندهیم ما پشیمانی چرا. و هر صورت آنچه گفتیم اظهار محبت و رئیس جمهور محترم تاجیکستان و رهبر و پیشوای همه تاجیکان جهان است. ما تشریف آوری شما را تکرارا در منطقه دروازه ها خیر مقدم و خوش آمد عرض می‌کنیم و امیدواریم که همانطوری برای تاجیکان او بر خدمت میشه، انشاءالله دست رحمت خود را برای ما هم دراز نمایید. همانطوری که خود شما در جریان هستید، مردم منطقه ما نیازمند اشد و آب و برق و به آلات مخابراتی و بصری میباشند. تمام ملت ما و مردم ما از مقام عالی و جناب عالی و پیشوای ملت تقاضامندیم که برای این منطقه ما آب لطف فرمایید و برق لطف فرمایید و وسایل ارتباطی ما را از طریق مخابرات انشاءالله بسر نمایید. خودت زنده و قدرتت پاینده باد، خودت زنده و قدرتت پاینده باد. دشمنت شرمنده و دوستانت زنده باد. از توجهتون یک جهان تشکر و خداوند متعال وجود مقدس شما را برای همیشه برای کل تاجیکان جهان حفظ فرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ضمن صحبت صمیمی سرور دولت محترم امام علی رحمان اوید به سطح کنونی همکاری سودمند دو کشور دوست، همجوار، همزبان و همفرهنگ تاجیکستان و افغانستان ابراز اندیشه کرده تاکید داشتند که همه مشکلی ها در دایره نسبت های دوستی و همکاری حل خود را پیدا میکنند. دوستان عزیز، یک جا تشکر میگم به شما. من پیش از همه میخواستم یک بار دیگر منتداری خود را برای بین از سخنان نیک و پیشوازگیری صمیمی به شما بیان کنم. دوستان عزیز، برادران گرامی، ما شما را دوست می‌داریم. همه کارهایی که ما در این منطقه میکنیم برای شما هم است، برای آبادی شما هم است، پیشرفت و ترقیات شما نیز بابدی و نظر گرفته شده است.
از راه و از برق و از آب حالا شرایطی که ما کرده ایستادیم برای مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان، این آینده برای شما هم به اینا بد گرفته شده است. انشاءالله که خدمت شما دا میرسیم. آن مشکلاتی که هست من دیده ایستادم، شما هم خیلی غیرت کردین، راه بنیاد کردین. انشاءالله که با برقم از جانب ما سالهای نزدیک باید بیشتر انتقال میتیم به شما، برای که ما حالا دیروگاه ها ساخته ایستادیم در قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان، خود را تعمیر کرده ایستادیم، با شما حتما میرسانیم. حتما در ظرف 2 سال از سفری که داشتم 1-2 قشلاق نزدیک سرحد عرکه با آبی آشامیدنی ما تامین کردیم. انشاءالله که شما رئیسای ولسوالی با رهبرت ولایت با ساختارهای ما هم صحبت شوند، پیشنهاد کنند، هرچی امکانیتی هست با کمک های خود را به شما میرسانیم. یک جان تشکر میگویم. آرزوی آن را دارم که در کشور دوست و برادر عزیز ما جمهوری اسلامی افغانستان هرچی زودتر صلح و ثبات کامل پایدار گردد، که رفت آمد ما برقرار کردن خویش اقرباگی، خب تجارت، دیگر همکاری های فرهنگی و علمی ما گسترش یابد. به شما خوشبختی میخواهم، تنجی آرامی میخواهم، عمر دراز خواهان هستم. خدا نگهبانتان باشد. سلامت باشید. شهروندان کشور همسایه افغانستان به پیشوای تاجیکان جهان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای امکان ملاقات و نقشه و نیت‌های نیک بهر استقرار صلح در افغانستان، دریافت راه‌های رشد اقتصاد ملی دولت دوست و همسایه و دیگر اقدام‌های بشردوستانه بار دیگر اظهار سپاس و منتداری کردند. جان تشکر.